خوش اومدید به اولین ویدیو از سری ویدیوهای خبری چنل رئال ریاکت. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. بریم سراغ خبر اول. خبر اول از روزنامه مارکاست که گفته که جود بیلینگهام سرعت ریکاوریش افزایش پیدا کرده و در پی این خبر خوزه فیلیکسیاس گفته که جود بیلینگهام 9 یا 10 آبان ماه میتونه به میادین برگرده و در پی این دو خبری داریم که جود بیلینگهام دیگه شونش رو ثابت نگه نداشته و نبسته و ادامه ریکاوری رو بدون بستن و ثابت نگه داشتن شونه ادامه میده. خبر بعدی دوباره از مارکاس و در مورد وینیسیوس هست. این که وینیسیوس گفته با تمام توانش برگشته و میخواد به بهترین و بالاترین سطح خودش برسه. به نظر بنده که فکر نکنم وینیسیوس بتونه به سطحی که 2023-2024 داشت برگرده و اینکه دیگه به فکر تیم و باشگاه نیست، به فکر معروف شدن و استفاده از باشگاه برای بالا رفتن خودش. خبر بعدی از خوزه فیلیکسیاس در مورد وینیسیوس که گفته وینیسیوس فکر تمدید داره و اینکه هیچ فکری برای ترک باشگاه نداره. ای کاش که باشگاه رو ترک میکرد، چون هیچ اتحادی به لوگوی این تیم و این تیم دیگه نداره و هیچ ارزشی برای این تیم به نظر من قائل نیست. خبر بعدی رسمی از طرف باشگاه است که گفته از امروز ساعت 19:30 به وقت ایران تمرین تیم آغاز میشه و خبر بعدی این بوده که ساعت 10 صبح امروز تست های پزشکی روی بازیکن ها انجام شده. خبر بعدی از توماس گونزالوس هست که گفته تیم و فلورنتینو پرز هیچ فکری برای خرید هافبک برای باشگاه نداره و به این عقیده هستن که با وجود کاماوینگا، جود بیلینگهام، دنی سبایوس، والورده و چوامنی و گولر تیم دیگه نیاز به هافبک نداره. از نظر بنده این تیم پس از رفتن تونی کروز و لوکا مودریچ دوتا از بهترین هافبکاشو از دست داده و اینکه الان توپ پخش کن نداریم، هافبک توپ پخش کن نداریم، 8 تخریبچی نداریم و اینکه باشگاه واقعا هم نیاز به این دو پست داره و امیدواریم که فلورنتینو پرز دست به خرید بزنه و بازیکن مورد نظر رو بخره. بخش بعدی بخش مقایسه است که میخوایم نقشه پاس های گل جود بیلینگهام که در اینجای صفحه میذارم و نقشه پاس گل های ترنت الکساندر آرنولد توی پرمیر لیگ و لالیگا رو براتون نمایش بدم که برای آرنولد رو اینجای صفحه میذارم. تفاوت این دوتا رو میتونید مقایسه کنید و ببینید و اینکه آخرین خبرمون همین بود. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.